پیغمبر دارای چه اعتقادی بود که اتباع اون پیغمبر ما را محبوب خدا می کند و ما مورد عفو و بخشش قرار می گیریم، رستگار ابدی می شویم. حالا در بعد دعا پیغمبر اسلام و انبیاء دیگر آیا غیر از خدا دیگری را خواندن، فریاد زدن در خوشی یا ناخوشی، در صحت و سلامتی، در رنج و بلا؟ اینو ما باید بررسی کنیم. امروز این ندا هست، یک عده‌ای انبیا را میخوانند، یک عده‌ای اولیا را میخوانند، یک عده‌ای دیگران و فرشتگان را من خبر ندارم که در عصر ما بخوانند و در عصر رسول الله ابو جهلها فرشته ها را هم میخواندند. خود پیغمبر دارای چه عقیده‌ای بوده در این بود؟ فقط سیرت پیغمبر را لحظه ملاحظه کنید. آدرس کامل سوره جن رکوع 2 از آیه 20 تا 21 و 22. خدا با کلمه قل اعتقاد پیغمبر را به ما معرفی می کند. سخنرانی های پیغمبر بعد از لفظ قل هستند. هر جا که قل است، این موضوع سخنرانی پیغمبر از بالای 7 آسمان از لوح محفوظ با لفظ و معنا آمده است. این الفاظ که دال بر این معانی‌اند شما پیغمبر اعلان بفرمایید. اولین قل فریاد را به خدا اختصاص میدادند. پیغمبر میگه من هم ربم را فریاد میزنم در هر معامله. ادعو ربی ولا اشرک به احدا. هیچ احدی را من با خواندن ربم شریک نمی‌کنم.